میدونی چرا وقتی که عصبانی میشی واکنش‌های خیلی شدیدی نشون میدی و بعداً وقتی که به موضوع فکر میکنی میبینی اینقدر هم قضیه جدی نبوده که چنین واکنشی نیاز داشته باشه؟ به خاطر اینه که قبلا وقتی توی شرایط مشابه قرار گرفتی نتونستی از خودت دفاع کنی، حرفت رو نزدی و احساساتت رو بروز ندادی و در طول زمان همه این احساسات فرو خورده تبدیل به یه بمب شده که هر لحظه با یک اتفاق کوچیک آماده انفجاره. درمانش چیه؟ باید اول علائم بدنیت رو بشناسی. موقعی که داری خشمگین میشی ضربان قلبت تند میشه، گرمت میشه، عرق میکنی. وقتی این علائم رو در خودت دیدی بلافاصله برای تنظیم این احساسات اقدام کن. خشمت میره توی کنترل.